آیا کدام عمل وجود داره که اگر شما او عمل انجام بدین به اندازه 8 میلیارد نفر اجر و پاداش ببرین؟ آیا چنین یک عمل وجود داره؟ بله. الله متعال مهربانی میکنه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس جان یک نفر نجات بده گویا جان تمام عالم و بشریت انجام داده است. طبق محاسبات ملل متحد و یونسکو سالیان اخیر 8 میلیارد انسان در روی زمین زندگی میکنه. حالا شما تصور کنین نظر به قاعده و فرمول کلام الله مجید، اگر شما سبب نجات جان یک نفر شوین گویا 8 میلیارد نفر نجات دادین. و این چگونه ممکن است؟ یعنی از کدام طریق ما میتونیم که جان یک نفر حفظ کنیم؟ دوستان عزیز، بدون شک انسان با بساز اوقات با امراض مختلف یا ای که به شکل اضطراری به خون نیاز پیدا میکنه. قمر سهولت ایجاد کرده شما وارد وبسایت شوین، وبسایت قمر و یا givevelad.online بزنین و بعد وارد سیستم میشین. زمانی که شما وارد سیستم شدین خودتان راجستر کنین، مشخصاتتان ثبت کنین و نوعیت خونتان چی است. در اونجا با شماره تماستان ثبت میشه. هر هموطن عزیز ما که در واقع به خون نیاز داشته باشه فوراً وارد سیستم میشه و به شما تماس میگیره و این فردی که خون داده است و سبب نجات یک انسان شده است تا 6 ماه دیگه نامش از سیستم در واقع پنهان میشه یا حذف میشه. بعد از 6 ماه دوباره مجددا به شکل اتوماتیک پیدا میشه. دوستان عزیز، یک فرصت خوب است ما بتانیم مصدر کار خیر شویم و حتی دوستان عزیز دکتران نیز این توصیه میکنه که یک فرد باید در یک سال حداقل یک بار خون بده. یعنی از لحاظ صحی فایده های خود داره. پس دوستان عزیز، ما یک ضرب المثل داریم، هم خرما و هم ثواب. هم جان یک فرد نجات میتونین بدین و همی که در پرونده نامه اعمال شما ثواب و اجر پاداش کثیری نوشته خواهد شد.